صبح 1 اپریل افسران پلیس اسرائیل در گوشه‌های پایتخت این کشور پاره‌های موشک‌های را جمع می‌کردند که یک شب پیش از آن در جریان جنگ امریکا و اسرائیل به مقابل ایران به تل‌آویو پرتاب شده بودند. مقامداران اسرائیلی درباره منطقه‌های اصابت دیده و زیان خبری بیشتری ندادند. 28 فوریه در روز اول جنگ ایران صدها موشک بالستیکی را به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هوا داده بود، ولی اکثر آن بی‌ضرر گردانیده شد. با گذشت 1 ماه از این جنگ شمار موشک‌های ایرانی به قدری نظررس کمتر، ولی طبق معلومات از منبع‌های نظامی دسترس زیان از آنها بیشتر شده است. سبب چنین حال را کارشناسان در کاهش امکانات نظامی ایران می‌دانند که بر اساس حمله‌های آمریکا و اسرائیل ضعیف شدند. کلی گریکو شارح بلندپایه مرکز سیمپسون واشنگتن میگوید ضربه‌های آمریکا و اسرائیل به طور جدی به انفراساختار حربی ایران زیان رسانیدند. این شارح آمریکایی اضافه می‌کند که اکنون ایران مقیاس حمله‌هایش را خردتر کرده تلاش دارد به طور مشخص هدف‌های ارزشمند جانب مخالف را مورد آتش قرار دهد. شارح رادیو آزادی فرود بیژن می‌نویسد که ایران با مقصد توسعه جغرافیایی نیزا پایگاه‌های نظامی و سیستم‌های مدافع ضد هوایی خاورمیانه، کارخانه‌های نفت و گاز ایالات متحده آمریکا و ممالک عربی خلیج فارس و مؤسسه‌های انرژتیکی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در همین حال مقامداران بلندپایه آمریکایی اشاره کردند که تحولات در دو سمت، یکی مذاکرات مستقیم با ایران و دیگر ختم نزاع حتی در صورت حاصل نشدن موافقت میان جانب‌های درگیر پیش می رود. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا احتمال بعد 2 و یا 3 هفته جنگ‌ها خاموش گردند. مهم نیست که آنها به سازش موافقت میکنند یا نه. ما آنها را به عقب پرتافتیم. برای آنها 15-20 سال لازم می شود که زیان از حمله های ما را برطرف کنند. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که شب گذشته کارخانه نظامی و به ویژه مؤسسه های استحصال موشک‌های ایرانی و چند پل مهم با آتش آمریکایی تخریب شدند. واشنگتن تخمین میکند که بیش از 90% پایگاه‌های موشکی ایران تخریب شده است و این شهادت محوی برنامه موشکی تهران است. در این مورد اسرائیل هم تاکید میکند که از آغاز جنگ بیش از 70% پایگاه‌های ضد هوایی و انبارهای اسلحه ایران از بین برده شده است، ولی باز هم در سراسر خاورمیانه صدای بانگ خطر به گوش میرسد.